خب اینجا که آمدیم سر برنامه ما. اول پنتول میگیریم. پنتول گرفتیم، اینجا یک نقطه میمونیم و بعدا برای زاویه دادن اینجا یک زاویه میتونیم و بعدا میایم کرسر اینجا قرار میتونم و یا پنتول ما و یک زاویه اینجا میتونم. اینجا زاویه که دادم باز پس میایم هم زاویه ما رو صفر میکنم و بعدا اینجا نقطه میگذارم و اینجا یک زاویه میتونم. اینجا که زاویه دادم این آخریش است و بعدا انتر و بعدا میایم کرسر میگیرم و بعدا افکت. اول خو اینجا میایم که رنگش تغییر بدم. رنگش که تغییر دادم رنگش به رنگ قهوه‌ای یا اما هر آن چیزی که شما میگین استروکشم صفر میکنم و بعدا میایم سر افکت 3D and materials 3D classic and revolve و این هم شکل وصله ما شما که این شکل را ما حاصل شدیم. و از این شکل ما میتونیم زیاد به طور ساده و بسیار آسان بسیار ساده و بسیط میتونیم که از این شکل بسازم. و یک شکل دیگه من میخوایم با شما بسازم برای آگاهی بیشتر. یک نقطه اینجا میمونم، یک نقطه اینجا میمونم و یک نقطه اینجا میمونم، یک نقطه اینجا که موندم اینجا باز یک نقطه اینجا میمونم، یک نقطه که اینجا موندم باز اینجا اینجا میمونم. انتر میزنم که می پنتول مال هاش و بعدا میایم سر افکت 3D and materials 3D classic and revolve. یا همون شکل حاصله ما و شما. بسیار ساده و بسیط. اینم بود از آموزش امروز ما. برای ویدیوهای بیشتر صفحه ما را لایک سابسکرایب نمایید. با احترام.